سلام عرض خیلی خوش اومدین به ویدیو جدیدیم. از اونجایی که مشکل 70% پلیرهایی که تازه میان لیگ تازه میان وایلد نصب کنن اینه که نمیتونن لوگین کنن یا وقتی آپدیت میاد نمیتونن آپدیت کنن. اومدیم اینجا 4-5 DNS بهتون میگیم که به شخص تست کردم و خودم ازشون استفاده میکنم. البته که من در 80% مواقع با نت خالی وارد بازی میشم، ولی خب این 20% مواقع میفتم اون 70%ی که تازه میخوان بازی نصب کنن. میدونیم قشنگ یکی میشیم در بدبختی. بریم 5 تا بهتون بگم که لینکاشون هم میذارم تو چنل تلگرام که از اونجا بتونیم سریعتر پیدا کنیم، چون سرچ بزنین همینجوری اسمشون نمیارن، ناشنا. میدونیم خب اولین DNS هم که این DNS IPv فیکسه که من خودم از رفیقم گرفتم. بازی ها رو بگیرم مثلا رسیدگی نصب دارم که تست میکنم. با نت همراه اول دارم تست میکنم، با نت ایرانسل هم جواب داد. یه می نویسم دیگه تو همین ویدیو می نویسم که با ایرانسل میشه یا همراه اول، چون حال ندارم برای ایرانسل جلوی منه ریکورد کنم و نمیشه. آره این الان لوگینشو بهتون نشون میدم. در این ماستی شما میتونید لوگین کنین. اگه هم با DNS هایی که دارم براتون ویدیو میگیرم لوگین نمیشین که برین گوشیتون رو بدین درست کنه. APN جدید بزنین درست میشه به احتمال زیاد. ولی خب اگه با اونم دیگه جواب نداد دیگه گوشیتون رو عوض کنین. گوشیتون به درد وایلدت نمیخوره. آره یه رفته الان یه رفته 200 میلیون پول گوشی داده، من گفتم گوشی رو بگیر عوض کن. آره داداش 200 میلیون گوشی رو میفروشم میرم پوکو X3 میگیرم مثلا. با اینکه لوگین میشه. خب این من خودم 200 تست کردم قبل از اینکه بیام ویدیو ریکورد کنم. مشکل اصلی اینه که خیلی با هم اینم لوگین نمیشن. من نمیدونم شما شده. خب این حالت آرورا نباید میدیدین، ولی خب ول کن نگاه تو ایونت ها دیگه حالا ول نمیده. خب این DNS دومه. از اونجایی که اسم همه DNS هم DNS چنجره، مرسی واقعا که موقع ریکورد کانکت نشدی. از اونجایی که اسم همشون DNS چنجره، لینک رو واسه همین میذارم تو چنل تلگرام، وگرنه اسمشون میرفتیم پیدا میکردیم. ولی خب مشکل اینه که من الان 4 تا DNS چنجر فقط دارم تو گوشیم برای لوگین توی انواع اقسام گیم. این ستایی که الان دارم بهتون معرفی میکنم که آخریش باز خودم هم منش تست نکردم لوگین شدن باهاشو، معلوم نیست 3 تا باشه یا 4 تا. این 3 تا رو خودم رفتم سرچ کردم و چشام بستم و نصب کردم. راستیتش متد نصب این 3 تا DNS اینجوری بوده که چشام بستم زدم یه اپ DNS باز شد، نصبش کردم، تستش کردم و لوگین شدم. مثلا این متد کسی استفاده نمیکنه یا هر کی استفاده میکنه کسی بهتون رازشون نمیگه. من الان دارم رازشو بهتون میگم دیگه. شما باید از اپ‌های ناآشنا استفاده کنید، چون اینا که هنوز معروف نشدن زجه میزنن کیفیت کار رو ببرن بالا براتون خوب کار کنن. واسه همین شما معمولا با این نام ناآشنا بهتر لوگین میشین تا اون آشنا. من هیچ وقت مثلا سایفون برام کار نکرد، ولی هر VPN قمر در عقب رفتم نصب کردم برام کار کرد. بیا اینم لوگین دوم. این با این یکی هم لوگین میشه. خفه شه بذار ما صحبت کنیم. صفحه ایونت ببینیم. آره که الان برم براتون سومی رو بگیرم ببینم دیگه دردتون چیه دیگه. چهارمی هم که راداره بجنگ. از همین الان بهتون بگم غرب رادار گیم براتون لوگین کنیم. اینم DNS سوممون که خیلی دکمه داره، ولی خب شما فقط دکمه کانکت شدن میزنین. میدونین ازت کانکت گوگل DNS چه سری کانکت میشه پشمام.
مدی که خودش هر دفعه تست میکنه استفاده از این داستانا و اومده ویدیو هم بگیره گور سرش. عالیه، از این بهتر نمیشه. معمولا این DNS هایی که باشون لوگین میشیم، دارم لوگین شدن باشون میذارم، مشکل خاصی ندارن. یعنی همشون لوگینه که میشن، دانلودهای داخل بازی رو هم براتون انجام میدن. معمولا قبل از اینکه این 100% بشه، اگه آپدیت در اون برنامه بیاد، پچ نوت بیاد، شما باید بشین دانلود کنین که با همین DNS هم میشه، چون بعضیا با نت خالی نمیتونن. من که خودم با نت خالی لوگین میشم، ولی خب دیگه اعتقاداتم به DNS از دست دادم. ولی خب خیلی هستن هنوز در دور اطراف من بچه‌ها با DNS بازی میکنن. حتی با DNS بازی میکنن، من نمیدونم چجوری با DNS بازی میکنین. اصلا غم خاصی در من شکل میگیره، منو فرا میگیره اون غم. بعد لوگین شدین DNS بتون قطع کنین دیگه. یه مدت کالاف دارن. وای امیر تو رو قرآن وسط ریکورد آخه متاسفانه گوشیمون زنگ خورد، نتمون پرید. وای کنم نمیکشه اینو دوباره ریکورد کنم. تو رو خدا بیار، تو رو خدا جان نو. خب اگه نیاورد که باید دوباره ریکورد کنم، چون مطمئنم لوگین میکنه. خب آورد هورا. میخوای انقدر لوگین متدش خوبه، انقدر قدرتش برای لوگین خوبه که نیاز ندارم من تو یوزرنیم پسورد بزنم. خودش فهمید باید من لوگین کنم. آره اینم لوگین سوم. من برم زنگ بزنم نمیسته چی کنم. با این چهارمی هم رادار گیمه که در بخش پلاسش من نتونستم اکانت درست کنم. راستیتش رفتم اینجا اکانت درست کنم، منو یکم اذیت کرد. واسه همین با DNSش براتون تست میکنم. اکانت درست کردم که بعد همین اضافه میکنم، با اون بخش پلاسش کار میکنم براتون، وگرنه که همین تیکر رو قرار آپلود کنم. چون یکی دو بار تلاش کردم و اون مسیجی که باید برام میومد توی جیمیل نیومد، اون کده برام فرستاده نشد که بتونم وارد اکانتم شم. واسه همین قیدشو زدم، فقط بخش فیریشو براتون میذارم. صبر دیگه چیز دیگه برای گفتن ندارم. راستیتش بخوام ویدیو رو با چرت پرت برو کنم، دیگه چرت پرت دیگه بزنم نمیرسه. واسه همین سکوت میکنه، میدونی تاش همین صبر گفتن همه دیگه. حتی الان با همین چرت پرتایی که گفتم پر کردم ویدیو رو، ولی خب به چه درد میخوره. 4 تا اطلاعات سودمند بعد بهتون میرسه. البته همینم سودمنده که من هیچ چرت و پرتی ندارم بهتون ارائه بدم. همینم یه بخش سودمنده. شما میدونین که قرار نیست محتوای چرت و پرت ببینم. ها قدرت در چرت و پرت نگفتن. خب چه الان موقع لوگین دست برندم. خب با رادارم لوگین شدم. به احتمال زیاد تو چنل تلگرام چند تا DNS دستی هم بذارم و اونجا توضیح بدم. حالا باید ببینم پیدا میکنم، چون وظیفه‌ش انداخته بودم گردن یه بنده خدا دیگه. اگه بود که تلگرام میذارم، چنل تلگرام من رو زیر همه ویدیو میذارم که بیاین اونجا که لینک DNS ها رو بگیریم که برین DNS ها رو دانلود کنیم. آره دیگه درست گفتم. آره از اینا یه چیزه. روز خوبی داشته باشیم. ولش کن.